يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع برنامه امروز ما داستان زیبای موسی علیه السلام و خضر علیه السلام هست در قرآن کریم. یکی از داستان‌های خیلی زیبا، جالب و عجیبی که در تفاسیر مختلف به اشکال مختلف دروس و عبرت‌های فراوانی از این داستان رو علما بیان کردن. با این موضوع جالب و مهم در خدمت حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستیم. جناب استاد سلام الله علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا شما رو خوش سلامت داشته باشه. الحمد لله رب العالمین و خیر العاقبة للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. استاد عزیز، قرآن کریم یک کتابی است که از خصایص عجیبی داره. یکی از خصایص است که انسان را یک بار میگیره و یک عالمی از معنا را پیش روش میگذاره که تعجب میکنه خدای چی هست دیگه. من تلاوت میکردم در این آیات که رسیدم بسیار بر ما گیرا بود، از خاطر خواستم که مشارکت ببخشیم تا حد ممکنی که است. درست. سوره کهف از جمله سوره های قرآن کریم است که خودش عجیب است. این سوره هم بسیار گپ است. درست. شما باور بکنید خود داستان اصحاب کهف آدم میبینه عجیب است. داستان اصحاب بوستان و جنت را میبینه عجیب است. داستان اصحاب موسی و حضرت خضر را میبینه عجیب است. داستان ذوالقرنین را میبینه. این کل چیزایی است که از عقل بالاتر است. از ظاهر ما شما بالاتر است. اون خاطر مثل این سوره جالب، یعنی روایت ها هست که مثلا در روز جمعه سوره کهف را بخوانید، در فلان روز فلان سوره را بخوانید، یا در اوقات معین فلان سوره ها را بخوانید. یعنی این یک سری پیام هایی داره که همیشه میخوای به ما تلقین بکنه. قطعا دیگه از این خاطر باور میسته که وقتی که در جایی که بر ما تأکید شده که اینه در این وقت بخوانی، در این وقت بخوانی، تنها اما تو قرائت سرسری نیست. درست. بلکه در آن قضیه بیاندیشیم که الله بر شما چی میگوید. روی اساس داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام یک داستان عجیبی است. و این داستان را هم در کل یک تعبیر خمیسته که این سوره در حقیقت جواب است برای یهود و برای مشرکین عربی که توسط یهود دیکته شده بودند و می گفتن که اگر تو واقعا پیغمبر بر حق هستی خیلی بر ما بگو چی گپ است در قضیه اصحاب کهف، در قضیه ذوالقرنین، این را به ما حکایت بکن. درست. وقتی که او موضوع را مطرح کنه، خداوند متعال دو قضیه دیگر را هم در او افزود که این یک عالم معنا را بگیریم و چنان دقیق این قضیه را الله متعال مطرح کرد که جای با جای سکوت کردن، دیگه آهی هم نکشیدن و هیچ نوع جای اعتراض هم برشان باقی نماند. ولی از او حالت افسانوی قضیه را بیرون کرد به یک حالت بسیار با معنا تربوی که ابعاد گسترده دارد. خب
زیباست که وقتی که آیات الهی قضیه را بسیار به اختصار مطرح میکنه، ولی رسول ما صلی الله علیه و سلم موضوع را در سنت و تعبیراتش تفسیر کرده و تشریحش کرده. بنابراین روز حضرت موسی علیه السلام در مجلس بنی اسرائیل را توصیه میکنه، اونا را نصیحت میکنه و توصیه های بسیار بلند و قوی را مطرح میکنه. وقتی که او تعبیر جانانه‌ای که میکنه، در مابین از این اهل مجلس یک نفر میخزه، میگه از تو که دیگه دانشمند در اینجا است؟ دانشمند در دنیا کی است؟ دیگه حضرت موسی علیه السلام بیان داشته که پیامبر برحقی هسته، اولوالعزم هسته، کلیم الله هسته، کلش در نظر گرفت، گفت من هستم. همین که گفت من هستم، الله خوشش نیامد. جای به جای برش میگه که موسی تو یک جای برو که از تو که کسی دانشمندی است و فوق کل ذی علم علیم، اونجا برو سفر کن. بعد در این سفر هم پیام های عجیبی برش میده. درست. پیام برش میده که سفر خو میکنی ولی چطور نفر پیدا میکنی و چگونه با او روبرو شوی. و امی که برش گفت سفر بکن، از عالم عاجزی و سختی ها را دیگه حضرت موسی علیه السلام پیش رویش دید. یک سرزمین ناشنا باید بروی و یک سفر درازی را باید طی بکنی، گرمی و گرسنگی و تشنگی را هم با خود باید حمل داشته باشی. از این خاطر خواست که آسان شود. از میگه که یا الله من ایره در کجا پیدا کنم؟ گفت که آدرس میخواه یا در مجمع البحرین. درست. وقتی که این نکته رو میگه باز یک کمک میکنه، باز اون کلام جای است دیگه، این چی تو شود؟ میگه که کت خودت ماهی را بردار، نمکش بزن که گنده نشود. درست. و هر جا که ماهی از پیشت خطا خورد بفهم که دموجه است. سبحان. پس این سفر خود دراز بود دیگه. حضرت موسی علیه السلام یک همتا را هم همراه خود میگیره تا که در سفر همراهش باشه، یوشع ابن نون. بله. و این در خورجینش به اصلاحی چی را هم گرفت، کتش ماهی را هم گرفت به همون شکل. پس داستان از اینجا شروع میشه. یعنی الله برش دستور داد که تو گفتی که ما علم مردم هستم، در حالی که ادب میخواست و مقام میخواست که میگفتی الله اعلم، الله بهتر میداند. درست. از این خاطر که شما یه آیت رو که مخوانین که ماشاءالله هم زیاد میشه. درست. الا ان شاء الله، الا ان شاء الله. برای ما میریم که همه چیز با الله مفوض کنید، خودتان ادعای چیزی رو نباید داشته باشید. حضرت موسی علیه السلام وقتی که این نقاط را میگیره برای امو نوجوان خود میگه و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا. جوان امرای ما خو میری و ببین که من آرام نخواد گرفتم تا ای که برسم به مجمع البحرین یا یک عمر درازی رو در این سفر سپری نکن. پس یعنی معنیش که قطعی، سفر هم قطعی است و تو باید امرای امریکا باشی. سفر صورت گرفت و اردویشان می روند. فلما بلغ مجمع البحرین مجمع بینهما نسی حوتهم. در سرزمینی که می رسد مانده میشن. یک سنگ بسیار زیبایی است در جوار بحر، در اونجا میشینن دم میگیرن. درست. در همین جا که هست همین ماهی خطا میخوره و در داخل بحر میرود. فاتخذ سبیله، ماهی راه خود را گرفت فی البحر سربا. این تو راه رفت که به اسلام خود را نشان میداد، خود را نشان میده که در قعر آب میرود. این رفیق حضرت موسی علیه السلام چون حضرت موسی قرار کرد دم گرفت و خوابش برده و این مطلب با نظارت این کاری عجیب که این ماهی مرده زنده میشه و در عمق او تو میره که او چیر میکنه و به من نشان میده که تا برو. موسی علیه السلام خبر نیست؟ نه هیچ خبر نیست. درست. حضرت موسی علیه السلام زنده میشه. این مردکه چنان
مبهوت میشه، چنان اما تو از خود بیخود میشه که اصلا به یادش هم نمیاد که داستان چیست. اما تو که حضرت موسی روان است، اما تو غرق است بیخی که چی حادثه است، حیران شده میرم. تو که خود شرط یک روان است. فلما جاوز قال فتاه آتنا غداءنا. اما قرار دیگه پیش میره و این دیگه که خود است می فتا اصلا به فکر دیگه چیز نیست. تشنهی نمیشه، گرسنهی نمیشه، ماندهی نمیشه، اما تو گیچ است. میره حضرت موسی علیه السلام برش میگه آتنا غداءنا. او باشه نان کجا شد؟ گرسنه شد. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. این سفر خب بسیار سخت بود، ما مشکلات ما خورو برا شدیم. این که گفت یک بار تکان میخوره، از این بعد به مسئولیتی که برش داده بود او به یادش میاد. حضرت موسی علیه السلام برش گفته بود که هرگاه این ماهی زنده شد بر ما خبر بده که در موجه این نفر است. درست. این ماهی زنده شده و در او همون فرو رفته، این دیگه در یک عالم دیگر رفته، فراموش خیلی چیز فراموش کرده. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخره. و یاد نیست وقتی که ما سر موسنگ بودیم، فانی نسیت الحوت. ما فراموش کردم داستان حوت را که برای تو میگفتم. قضیه خب اموجا بود، اموجا که تو خواب بودی. بس ماهی زنده شد و رفت در و عجیب رفتارم داره اوقات. از امو لحظه که تا اینجا که تو هستم از خود بیخود هستم. زیشنی که در کجا هستم. میدم میگه و ما انسانی الا شیطان ان اذکره. این چیزی که تو به ما تعیین کرده بود که ما باید که تو باید تذکر برت میدن فراموش نکرد مرا مگر شیطان. بدن معذرت مرا بپذیر. وقتی که چنین شد و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. پس راه خود در امود کنار دریا پس گرفتن. قال ذلک ما کنا نبغی. او جوان این چیزی بود که ما میخواستم. این سفر به خاطر اینی بود که این جایی که ماهی از پشت خطا خورده در اینجا نفر پیدا میکرد. فرتد علی آثارهما قصصا. پس ما قدم های خود را دقیق شمار کرده در اون جای خود پس می‌آوردند. یعنی اگر بار از ما چیزی گم شود باز می‌خوایم که دمو را پس بیایم تا که اگر دمو جای چیز افتاد یا ور خطا بودن که نشه که ما خوجا خطا خورد این نفر ما کدام راه دیگه از خاطر که فرتد علی آثارهما قصصا و ما پای خودشان پس اونجا قدم خودم می‌گذاشتن برگشتن. فوجد عبد من عبادنا. می‌بینه که در طرف سنگ مردی است خود را در یک چادر پیچان قرار کرده اما تو خواب است. وقتی که دیدن فوجد عبد من عبادنا. یکی از بندگان ما را دید. خدا نامش نمیگیره که حضرت خضر است، فقط بنده از بندگان. ولی عرف قرآن کریم طور است که در جایی که عبد ذکر میکنه مرادش مشخص فرد بوده باشه، این جز به انبیا و کس دیگری نیامده. روی اساس جمعی از علما میگه که این پیامبر است. درست. بنابراین ما یک بحث داریم، بحث رسول و بحث نبی. رسول همان پیامبران الهی اند که شریعت را و قانون را مسئولیت داره تشریح بکنه و تطبیقش بکنه. تشریح بکنه و تطبیقش بکنه. که این 313 نفر است. نبی پیامبران الهی هستند که شریعت را شرح میکنن، تشریح میکنن، خود تطبیقش نمیکنن. تطبیقش ذمه‌واری از اونان به مردم بیان میکنن. بنابراین میگه که حضرت خضر این چی است؟ این نبی است. بعض علما میگن ولی از اولیاء الله هست، پیامبر نیست. زیرا حضرت موسی علیه السلام پیامبری چی است؟ باز میگن که نه، حدیث بخاری تشریح میکنه ایره. وقتی که ایره بیدار میشه باز برش میگه که کیستی تو؟ باز گفت که من موسی هستم. گفت موسی بنی اسرائیل هستی؟ بنابراین وقتی که موسی بنی اسرائیل است یعنی اون پیامبری که به بنی اسرائیل مبعوث شده بود، نه به کل عالم. پس این جای دیگری است، پیامبری است برای مقامش با اون سرزمینی که در اونجا زندگی میکنه و اینا که برش سفر کرد.
خب این کدام مشکل را مهم پیدا نیست. نمیکنه که پیامبر باشه پیامبر نیست. اگر پیامبر هم نیست میگه عوام مردم میگه از پیامبر خود کم هم نیست دیگه. چیزی عادی آدم هم نیست. بله. صحیح شد نه؟ که در مقابل شخصی مثل موسی که قرار میگیره. سبحان الله. باز حضرت موسی علیه السلام هر پیامبر از خود یک تشخص بلند خود را دارد. حضرت موسی علیه السلام آدم بسیار بارابه بود، بسیار خطرناک. اما که میگه جلالی بود. اگر هم میتونه پیش فرعون نمیرفت برای دعوتش. فرعون چوب کرد. این بنی اسرائیل عادی عادی مردم نیستن. انتوش فکر بکنن که بنی اسرائیل خیستن گوساله را خدا گفتن. 70,000 نفر پیش افتیدن و به او را خدا گفت. با مجرد که حضرت موسی علیه السلام میگم بد کردیم. در حالی که اوجا حضرت هارون بود و در قصه حضرت هارون کسی نبود. این آدم بسیار بارابه، آدم بسیار عجیب بود. دمی ائمه ما شما میخوانن میگه حضرت امام مالک امامت آدم. سبحان الله. انسان بارابه بود که این والی که پیش میره بازم چی خدا اوسو میکرد، اون چپن خدا اوسو میکرد. و علما و شخصیت های دیگه که میرفت در مجلسش میشد جرأت از را نمیکردن که هم سوال بکنن. دیگه که انسان بسیار بارابه بود. الله متعال همه را مورد مغفرت قرار بدهد. فوجد عبد من عبادنا. حضرت موسی علیه السلام بنده از بندگان ما را یافت. آتیناه رحمتا من عندنا. داده بودیم به این بنده خود رحمت از جانب خود. و علمناه و آموختنده بودیم برای از او من لدن علم. از جانب خود ما علم. از جانب خود ما برایش علم داده بودیم. بنان علم یک کسبی است که ما میگیم. یکی لدنی است که الله متعال بر عطا. بنان ما در این بخش حقیقتی که قرآن کریم توضیحش بدهد او را باید بپذیریم. و انحرافی که در جای واقع میشه این دلیل به این نمیشه که ما سر یک واقعیت چی بکنیم چلیپا بکشیم. بکن نیست. چون غالبا از علم لدنی تعبیر ناشایسته می شود، از این خاطر جمعی از علمایی را مقید میکنن میگه اتو تعبیرش میگه گویا که نیست. گویا که نیست. باز میگه که چه رقم علم بوده باشه که از شریعت بالاتر. ولی حقی است استاد که نه، علم لدنی است. چرا یک واقعیتی که قرآن را مطرح کرده ما را کوچک فکر بکنیم یا به خاطر از اینکه غلط استفاده شده یا غلط استفاده میکنه این معارف را از دید بندازیم. قطعا علم لدنی همان علم و معرفت است که خداوند متعال نصیب بندگان صالح خود میکنه. و این علم است که الهی است. بسا اوقات قضیه را از عمق برایت شرح میدهد. یا به تعبیر دیگری یک بحث ما در بین علما داریم که احکام الهی معلول به علت است. گاهی ما علت را میفهمیم گاهی نمیفهمیم، ولی گاهی که نمیفهمیم هم اتونست که در اوجا یک حکمت نباشد. خامها حکمتی است از نظر ما پوشیده است. درست. بنان در علم لدنی است که بسا قضیه را پهلوهایی که پوشیده است از ما او را در حقیقت به جلوه میدهد. میگن که یکی از رسا امام احمد حنبل رحمت الله علیه را امام شافعی گفت که یک بار من بشر حافظ یک بار ببین. امام چی میکنی میگه ما را اونجا میبینیم یک نظر خو بندازیم. درست. اونجا که رفت دیگه امام احمد حنبل خود از او پرسان کرد که یعنی سجده سهو چه وقت لازم میشه به نماز؟ بازو گفت که به مذهب ما یا به مذهب شما؟ این امام احمد هم تایرام چی نگه پیش خود امام احمد به این معترف نبود که هیچ چیز است ولی که ما را به اوجا میبرید. باز برش میگه که به مذهب ما هم بگو، به مذهب خواستم بگو. گفت به مذهب شما که است یا به زیادت است
سجده سهو لازم میشه، یا به نقصان لازم میشه و یا به شک. حسب با مذهب ما که هست کسی در نماز سهو میکنه ما 40 روز را تعذیب میکنه که دیگه خواب نکنه. که در کجا بودی؟ که در پیشگاه خداوند سهو کردی. سهو میکنی. بعد از او باز امام احمد حنبل گفت که نه، این باز دیگه مثالا رو هم بر شما میده. بنابراین در علم لدنی پیام های مرموزی است که خداوند متعال برای اهلش میده. درست. چرا حضرت امام شافعی امام احمد حنبل رو از دست میگیره بیا که بری؟ زیرا امام احمد حنبل قاضی آدم نبود. در حقیقت او را میخواست که یک بخشی هست که تو نباید او را کوچک بشماری و در تحلیل حکم شرعی باید مد نظر باشه. درست. از این خاطر او را که خود میبره. در اینجا هم ببینیم که بحث از یک پیامبر اولوالعزم است. مکلفیت به چی داره؟ به تطبیق شریعت داره در مردمش. خود در اینجا هم یک پیام بسیار بلند برش میگه که ما یک بنده از بندگان ما که او را از جانب خود علم داده بودیم و علمناه من لدنا علم. از این خاطر است که یک بحث دیگه وجود داره که یکی وحی است، یکی الهام است، یکی کشف است. درست. الهام همانا اخبار مرموز الهی است که بیداری میدهد به یک قلب درست. تا او را از یک کاری که میخواد انجام بدهد باز دارد یا از کاری که میخواست نکنه انجامش بدهد. جالب. به طور مثال ما شما مثلا میخوایم یک جای بریم، خب آمادگی برش گرفتم، کل تدابیر است، یک دفعه میگم نمیرم. به بعضی میگن دلم یک چیزی گشت نمیرم بس که نرفتی باز اون موتر چپا شده، سبحان الله، سرزو موتر بم کفیده، یک کاری شده. خب کی در قلب تغییر آورد؟ الله سبحانه. الله متعال. اینه میگم الهامات است که این عام است، یعنی به کافر هم میشه، به مسلمان هم میشه، بر کس الله متعال به خاطر که او را نگاه بکنه از یک کاری الله متعال چنین کار را برش میکنه. درست. بنابراین یک دلیل چی برای اخذ حکم نمیشه. درست. دوم وحی است که جز به انبیا و کس دیگری نمیشه. او حکم الهی است برای کردن و یا نکردن. درست. امر و نهی. امر نهی است و او بحثی که باز حکم شرعی ما تقسیم کردیم با او باز میریم. یکی کشف است. وحی که است حکم است. الهام که است اعطای الهی به من یا به کردن یا به توقف یا به اجرا در جزئیات در کلیات بحث میکنه، در کل فقط بر تو عمق الهام میشه که نرو و تو را منصرف میکنه. این که چی میشه این را بر تو نمیگه، آسان شاید بفهمی یا شاید ایست نفهمی، ولی چیزایی هست که باید نمیشد. در کشف که هست قضیه به جزئیات میشه که به اهل الله است و به انبیاء علیهم السلام. در اینجا باز کافر شامل نمیشه. مسلمان است که رب العالمین برش آگاهی عجیبی میدهد از جزئیات یک شی. به طور مثال خداوند متعال برای مادر حضرت موسی علیه السلام یک فرزند را بگی و ایره در همون کاسگک پرد فلیلقه فی الیم، بادا دریا پرتش. بعد این دریا آب بیره میبرد در قصر فرعون، یأخذه عدو لی و عدو له. کاملا دشمن ما و دشمن امی طفل را بر میدارد. ثم رادوه الیک، و ختم نشه این طفل پس به تو بر میکردن. یعنی کل تفاصیل داستان برش بیان میکنه. بعد میگه که این را پیامبر میکنه. سبحان. ثم رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این یک داستان کلی را ببین با شرح ذکر میکنه. چقدر پیام است در اینجا. یا از رسول علیه السلام میبینیم که در آن روان است
استاد میشه. بعد میگه که این 2 نفر عذاب میشه در قبر. یکیش از پیشاب خودداری نکرده و دومش شیطانت و نمامت میکرد. بعد یک کاری عجیبی میکنه، عجیب کار میکنه، یک چوب تره بیارین، یک چاخ شیطان میاره شیرد نصف میکنه، در اینجا چخ میکنه، در اینجا چخ میکنه. سوال میکنه که یا رسول الله این چی کاری بود که انجامش داد؟ گفت مادام که تر است تسبیح میگوید و تخفیف میشه سر اینها عذاب. سبحان. حالا این کشف است، کشف است به جزئیات قضیه، هم موضوع را میگیره و هم حلول را میده. درست. بعد برای ما چی میده؟ پیام میده که از پیشاب خودداری کنه، از این گناه خودداری کنه، شیطانت خودداری کنه، زیرا سبب تعذیبتون در کجا میشه؟ در قبر. در قبر میشه. بعد بر ما میگه که این یک چاخشه تر تسبیح الله را میکرد، اینان سرش تخفیف کم میشه. بعد میبینیم که الله متعال به بعضی از اهل الله همه تو میده. اگر فرزندایش مثلا ما میبینیم که به خانه یکی از دوستا میان، برش میگه که خوب هستی، بخیر هستی، بعد پرسانش میکنه انشالله به نماز خوبه، میری به این میری، خوب گپ خلاص. باز میگه که خیلی خوب است به والدین دعا بکن، در حقشان چیزی انفاق بکن. اونجا خود یک چیز اونا میفهمن. الله متعال رحمت اونا را قرار میدهد برای کی؟ برای بندگانش، برای بندگانش. بنابراین علم لدنی استاد این تو یک علم است، از قضایای بحث میکنه که ما او را در ظاهر نمیتونیم قابل قبول بر ما باشد. و هیچ وقت یک انسان نمیتونه خودش ادعا بکنه که من علم لدنی دارم، مثل بعضی از دجالایی هستن که در زمانه ما میگن مثلا فلانی علم لدنی داره و بکسری به حرکات و افعال عجیب و غریب انجام میدن به خاطر گرم کردن بازارشان. استاد هیچ ولی از اهل الله ادعای از این را نخواد کرد که من چیزی هستم. ابدا ابدا این کار را نمیکنه، بلکه شما باور بکنید با اهل الله بشید، میگه گناهکارترین نفر است. این چیشان است. دوم، اهل الله رازدارترین مردم در روی زمین است. اونا راز افشا نمی کنن، چیزایی که اونا مشاهده می کنن او را به هر کس نمیگوید. حتی استاد اهل الله چنان مردم های عجیبی هستن که شما از اونا دعا گرفته نمیتونید. و کسی که چیزی است اونا خود که دست بالا کرده همون چیز میشه برش. بنان بسیار سخت است که از اهل الله دعا بکنی، دعا بگیری. وقتی که بگه دعا برام بکن خداوند متعال همه مسلمان‌ها رو ببخش، خداوند متعال چیز اجمالی میگه، نمیگه مشخص. یعنی چطور میشود که اهل الله ادعای زیرا بکنم من علم لدنی دارم که میرم میفهم که میرم نماز صبح در مکه میخوام، نماز ظهر در مدینه. صحیح شد نه؟ این چیزهای در اهل الله نیست. اونا با ادب ترین مردم و به تعبیر ظاهری بگم مسکین ترین و فقیر ترین مردم. این کبر که این تعبیری که با شکل از اشکال خودنمایی در او تظاهر پیدا کنه و از این بری است. از این خاطر میگم که غلطی که در بازار وجود داره ما نباید علم چی بکنیم؟ به حساب دین بنویسیم. بگم که این علم نیست یا اهل الله نیست یا این بحث از بحری که الله متعال برای مسلمانان نصیب کرده و اصل پر رسول علیه الصلاة والسلام را نادیده میگیره. و مثال های بسیار زیادی است که ما در تاریخ اسلامی داریم. شما چی فکر میکنین که حضرت عمر رضی الله عنه میگه یا ساری الی الجبل؟ گپ یادی نیست. این چرا این تعبیر را همیشه کوشش بکنه که بکوبیم نه ضعیف است کی طور است. چطور میتونیم که جنگی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مقابل مرتدین انجامش داد و همین حضرت عمر رضی الله عنه با او عظمتش وقتی که میبینی
کل نقشه حضرت ابوبکر تطبیق میکنه. پلان از کیست؟ از ابوبکر. او وقت باز آدم میفهمه که ابوبکر یعنی کی، که داخل قضا شود. بعد میفهمه که این چه دیدی بلندی بود، چه ایمان عمیقی بود که این تعبیر را برای مردم میگه که والله اگر سگها بیاید دامن امهات المؤمنین را بگیرد می لشکر را مفرستم. در اون میدید که دی لشکر چی میشود، مگر چه دیگر را ظاهر قضیه را میدید. یعنی علم لدنی یک بحث بسیار بزرگی است که ابعاد گسترده خود را دارد و هر کس را خداوند متعال به حد به اندازه ایمانش نصیب میکنه، به اندازه متقایش نصیب میکنه. قال له موسی، حضرت موسی برش گفت که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اجازه از رایتی که پیرویت را بکن. بعد فکر بکن موسی پیامبر، موسی جلالی، موسی با که در مقابل فرعون و لشکرش ایستاده بود. وقتی که خدا برش گفت که تو گفتی که من عالم هستم، اولی برو یاد بگیر، اولی امر چگونه تمثیل میکنه که نشه استاد خفه شه و بگه نه. اجازه از میدی که همرکابی تو را بکنم و آنچه که خدا برای تو داده از اون به من هم چیزی بیاموزی، چیزی برای من عطا کن. خدا بر تو بسیار چیز داره، چیزش به من یاد بدی. سبحان الله. آن تواضع را سعی کنه، سعی شد اما ادب را سعی بکنه. وقتی که در بین استاد و در بین شاگرد ادب آمد، عطا بسیار قوی میشه. از این خاطر شما ببینید داستانهای همین ائمه ما شما را مطالعه بکنید که شما فکر بکنین که امام ابو یوسف، امام محمد، امام مظفر با امام ابو حنیفه چگونه رابطه داشتن، چگونه میشدن. رابطه امام شافعی، امام احمد حنبل رو یک بار ببینید، استاد شاگرد است که چی عجیب است. و این رابطه چقدر که روحانی شده میرد عطا بیشتر میشود و پایدارتر میشود. در اینجا ادب را رعایت میکنه که هل اتبعک، اجازه است که پیروی تو را بکنم، نقش قدم تو را بپذیرم و در نتیجهش آنچه که خدا به تو داده است به ما هم عطا بکن. درست. وقتی که ادب را رعایت میکنه، قال گفت انک لن تستطیع معی الصبر، کار خو میکنم مانع نیست ولی در تو توانی از این است که همرکاوی مرا بکن. سبحان الله. چقدر برخورده باشه وضعیت موسی. بسیار جالب برش میگه توان از این نداری و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، و چگونه صبر بکنی با آنچه که تو با او آگاهی نداری، اصلا خبر نداری. سبحان الله. فکر بکن چگونه در مورد اخذ یک علم همرکابی مرا میکنی که تو اصلا خبر نداری. سبحان الله. چه گپ است. یک شق یک بحر دیگری است که حالی اکنون وارد میشه موسی. این پهلوی شادی نیست. قال ستجدونی انشاءالله، انشاءالله مرا بیابی صابرا، با استقامت، ولا اعصی لک امرا، هیچ وقت نفرمانی تو را نمیکنم. هم صابر هستم هم نفرمانی نمیکنم. از این بعد دیگه حضرت موسی انشاءالله را هیچ وقت فراموش نمیکنه. گفتن درس گرفت. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، اگه میخوای که همراه ما باشی، امرکاب ما باشی، ببین موسی فلا تسألني عن شيء، هیچ پرسان نمی کنی چیزی هم، حتی احدث لك منه ذکر، تا خودم او را به بیان نگیرم، تا خودم برات بیان نکردم تو چوب می باشی، هر چی که دیدی. گفت خوب است، قبول کرد. فانطلقا، پس حرکت کرد مردویشان. خب چند نفر بودن؟ حضرت موسی علیه السلام بود، حضرت یوشع بود و این عبدالصالح بود. تا اینجا عبدالصالح بود. البته که این بحث دیگری شامل میشه که حضرت موسی علیه السلام توانش نداره، او بیخی نداره. بنا نور میگه که تو رخصت هستی، برو دنبال کار. تو دنبال کار برو که یه بعد دیگه. فانطلقا، این دو نفر حرکت کردن. حتی اذا رکب فی السفینه، میرن در شاطئ بحر.
کشتی هست وقتی که حضرت خضر که از این محل هست نه درست احترامش میکنه، صاحب کلگی برش میگن، دستایش میگیره، حضرت موسی علیه السلام برش میگه ما تا یک جای میریم، اینا را مفت کشتی میشن، بسیار با تکریم و با عزت در کشتی میشن تو آرام است. یک بار حضرت خضر میخیستن و یک چیزی را میگیره ترق کده اصلا میرونه یک تخته را میپرانه در جای بسیار خطرناک میپرانه که دیگه کشتی سفر نمیکنه. این دیگه مردم آواز خود کشیده نمیتونه. حضرت موسی اوچت که دستات میشه قارش میگیره که اخرقتها لتغرق اهلها، چه میکنی؟ ایره سراخ کردی تا که کسایی که در کشتی شدن اینا را غرق بکنی. نگفت ما لتغرق اهلها، ما خیر است این مردم غرق میشه. لقد جئت شیئا امرا، کار بسیار ناپسند رو انجام دادی. ما گفتم حضرت موسی علیه السلام گفتم آدم بسیار جلالی و پرهیبت بود. لقد جئت شیئا امرا، کار بسیار زشتی نباید تو میگی. فورا بسیار آرام برش میگه قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، نگفته بودن که توان مرا نداری که امریکا بیم بکنی. به یادش میده ای که یادش میاد باز میگه که قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، به چیزی که فراموش کردم سر اما مرا نگی دیگه، سر من باج بسیار کلانم نپرتم کار عاجز مردم است. ایده که میگه که گپ خلاص شد دیگه، چپ شد دیگه، نه سوال حضرت موسی علیه السلام میکنه، فقط هم قبول که دیگه همراه هم کار نداشته باش. فانطلقا، طبیعیست که از این کشتی رفتن بسانتر کشتی تا که بس جور شد آرام شد، باز دمی کشتی رفتن در یک جایی که رسیدن به ساحل دیگری. فانطلقا حتی اذا لقیا غلام، در این لحظه بود که یک طفلکی را او را دید، فقتله، جای بجای سرش برید. حضرت موسی علیه السلام یک بار ور خطا میشه، قال اقتلت نفسا زکیتا، چی کاری کردی او؟ آدم بیگناه را کشتی، نفر بیگناه و پاک او را کشتی بغیر نفس، در بدل نفس هم نیست، قصاص هم نیست. لقد جئت شیئا نکرا، به چیز بسیار زشت و بد آمدن کردی. از عمران نکران شد. صحیح شده؟ اعصاب خراب شد. دیگه هم بالا رفت. دیگه وقتی گفت قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، نگفته بودم که توان مرا نداری که امرایم در سفر باش. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، معذرتا صاحب اگر بار دیگه سوال خدا جزا میکنه دیگه فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، از طرف ما دیگه کاملا معذور. فانطلقا، و سفرشان ادامه دادن حتی اذا اتیا اهل قریه، یه طرف های ناوقت هستن، خوب گرسنه هستن، به یک قریه رسیدن. استطعم اهلها، گفتن نه مردم نه کمک نان بر ما بیارین، گشنه شدیم. فابوا ان یضیفوهما، اهل قریه هم چی کردن؟ بسیار ممسک بودن دیگه، گفتن که چی نیست، نان مانی نیست، بریم پشت کارتون. سبحان الله. خب یا خنان ندارن، وقتی که بر میگشتن تو میبینن که یک دیوال است تو در حالت افتیدن است، میافتد. فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض، این تو حالتی است که میافتد. بس فاقام، این دیوال جور کرد. جالب است، دو تعبیر میکنه آدم. یک تعبیر خود میگه ایره چپا کردن و موسی را گفت که بیا که جورش کن. اثر دیگه گل کجور که این قاقاز موسی را زور داده قارش نان هم ندادن سیوالی جورش میکن، شکم هم گرسنه. یک تعبیر دیگه میکنه که نه فاقامه، گفت نه فاقامهما، فاقامه اما تو که کرد دیوار راست شد بدون از اینکه دستش بزنه، جای به جای به یک اشاره دیوار استاد شد. این حضرت موسی که دید دیگه هم حیران شد، دیگه هم فرو رفت. این چی رقم آدم است؟ این دیوار را با یک امی رقم کردن نیست استاد کرد.
قال گفت لو شئت لاتخذت علیه اجرا. اگه این رقم کار میکردی خب از پیش پول میگرفتی. باز اعتراض کرد. اما این دفعه خیلی با ادب‌تر. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. از یه بعد میگه قال هذا فراق بینی و بینک. اینی دیگه جدایی موضوع است. جای جدایی موضوع است. ولی سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه الصبر. ولی خبر تو را میکنم به نتیجه از این کارهایی که صورت گرفت و تو توان هیچ کدامش نداشتی امر تحمل بکن. ولی داستان ببین چرا یک دونه کار کرد. جناب استاد نتیجه را اگر بعد از میان برنامه بگذارید شما نفسی تازه کنید. بینندگان عزیز گرامی با داستان زیبا و جالب موسی و خضر علیهم السلام با شما عزیزان هستیم در برنامه نسیم رحمت. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله با ادامه این داستان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی، با برنامه نسیم رحمت و داستان زیبای موسی و خضر علیهم السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب مولانا، تا آنجا رسیدیم که دیگه صبر خضر علیه السلام لبریز شد و به موسی گفت که هذا فراق بینی و بینک، تو راه جدا و ما راه ما جدا. یقینا. حالا این مبارک میخواد دیگه یک از این سه قضیه را بر شرح میده. اول شرح خود میده که اما السفینه دو کشتی که ما تو سوار شدیم. بله. یک درس هم براتون میگه دادم که بود که رسول علیه السلام میفرمایند، میگه وقتی که حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر در کشتی ششتن، در سر یک کنجی از کشتی یک گنجشکه که آمد یک نور زد هوا گرفت. باز برش میگه که چی بر ما گفت؟ حضرت موسی علیه السلام میگه چی بر ما گفت؟ و ما ایره گفت که علم ما تو در مقابل علم الله متعال مثل قدره ای که از بحر میگیره. سبحان الله. بنان وقتی که تو اینقدر علم کم داری چقدر جرأت میکنی که انا اعلم؟ بس امون نقطه رو برش گفت. چگونه جرأت میکنی؟ همین خاطر که همیشه موضوع رو به تفویض میتیم به کی؟ به الله متعال. درست. الله. از این خاطر یک مؤمن همیشه چی میگه؟ الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. نباید متکبر باشه. نباید متکبر باشه. اما السفینه و کشتی فکانت لمساکین، از بیچاره ها بود، بینوایا بود. بنان مسکین به این تعبیر میبینیم که یک چیزی داره ولی کافیش نیست. فقیر کسی هست که هیچ نبود. لمساکین یعملون فی البحر، کار میکنن در بحر. و اردت ان اعیبها، من خواستم که چی بکنم؟ خراب بکنم. و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. با مجرد که ما در اونجا میرسیدیم، چون وقت بود نه، و این پادشاه ظالم میامد بدون از این تعلیل هم کشتی را میگرفت و بیگار خود میره مصرف میکرد. من خواستم به تأخیر برایم تا که جنجال از او خلاص شد. ولی فکر که استاد چی رقم دید است که او طرف بحر میفهمه گپ چی میشود و چی قصد داره و چی میکنه الاخر. بنان فاردت ان اعیب و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. همه کشتی رو میگرفت. پس این نقص کم را ما وارد کردم تا از نقص بسیار بلند جلوگیری بکنم. از اینجا معلوم میشه که اهل الله و پیامبران مصلحین این مبارکات تنها در بعد ساختن فکر انسانیت نیستن، بلکه در فکر برنامه زندگیشان هم باید باشه. دین تنهایی را نمیگوید که فقط نماز بخوان، روزه بگیر دیگه خلاص. نه، کسایی که تعلیم میدن دین را از یک طرف، زندگی را هم باید تعلیم بدن. برنامه ریزی و دوراندیشی باید داشته باشه. نمیشود که ما تو بگیم که مردم بگیم که شما چپ بوده باشین، خداوند متعال از آسمان براتون چی میاره؟ رزق میاره. نمیشه. لیس للانسان الا ما سعی. و سعی خوب اساس علم میشه. بنان در اینجا بر ما یک پیام امی است که اهل الله در فکر اقتصاد مردم و در فکر برنامه زندگی مردم و حل مشاکل اقتصادیشان است و به این شکل هستند. شما بگینید که چقدر کمک رسان به این خانواده که در حقیقت بسیار بلند است. اونا را از فقر و بدبختی نجات قطعا نجاتشون داد. و زندگی نامه رسول علیه السلام را وقتی که آدم مطالعه میکنه استاد به همین میرسه. با مجرد که وارد میشه به مدینه منوره و برنامه را و قانون را با یهود امضا میکنه که از مدینه دفاع میکنه و الی آخره. درست. ولی میبینه که یهود کل شیرازه اقتصاد در اختیار داره. یهود است که در بین اوس و خزرج نفاق مندازه. یهود است که اونا را در جنگ بندازه و زمینایش میخره. یهود است که تمویل میکنه جنگ را. درست. کل قضیه را گرفت.
پیامبر علیه السلام بدون از اینکه یارو بگه چرا ایتو میکنه چرا میکنه، فوراً بازار اقتصادی دیگر را خاص برای مسلمان جور میکنه. و این مارکت در حقیقت مارکت اسلامی است. از اینجا شروع میکنه. اقتصاد تغییر داد بنان سیاست تغییر داد، اقتصاد تغییر داد بنان فکر تغییر داد. از این خاطر است که ما برنامه ها وقتی که میخوام که دین بیاید تنها معنای از این نمیده که لا اله الا الله محمد رسول الله بگی دیگه خلاص شد. مسئولیت از این نداشته باشه مردم نان چطور کنن، مسئولیت از این نداشته زمستان چی میشود، مسئولیت از این نداشته آب چطور میشود. بنابراین با کلش باید فکر بکنیم. یعنی دین آمده که دنیای ما را با آخرت ما را درست کنه. از این خاطر یکی از علما میگه دینی که دنیای ما را جور نکرد آخرت ما را جور نمیکنه. از یک نکته را باید جدی بگیریم که یک تعداد اصلا میگه دستم با آلو نمیرسه، آلو ترش است، خودش خلق است، درست، بیکار است. و چی میگه؟ عالم فقر خوب است. اللهم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا. سیش نه؟ اما تو گفته میرود. حضرت عمر میبود با قمشینش دستری تو آدم هم میزد که بخیل اوده برو کار کن. سیش نه؟ ایتون نمیشه. او که پیامبر میگه مسکین قضیه جداگانه است. یعنی به این معنا که دارم نمیگیرم. میتونم که هر روز کباب بخورم. خب تصویر میکنن کباب خوردم ولی جا میرم بامیه میخورم. دیگهش در راه خدا میتونم. عایدم است 1000 روپیه، مصرف میکنم 50 روپیه، 950ش در راه خدا میتونم. یعنی زهد و تقوایی است که انسان داشته باشه و استفاده نکنه، نه اینکه اصلا نداشته باشه. او خود دیگه توفیق اجباری است. من او رو گفتم صحیح شد. باز میگه خوب آدم است. از این یک درس بسیار مهمی بود که انبیاء علیهم السلام در ساختار اقتصاد مردم، معیشت مردم، زندگی مردم مسئولیت داشتن و انبیاء علیهم السلام کارشون بود. خصوصا از رسول. درست. از رسول مطلق این کارش بود و پاسخگو بودن. و اما الغلام، هرچی طفلک فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش بسیار خوب مردم بودن. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، از ترسیدیم که محبتی از اینها وادارشان به طرف گمراهی نکنه. طفل کلامش غلطی میکنه، گناه میکنه، فساد میکنه و اینا به خاطر چون فرزندشون است تاییدش میکنه. وقتی که تایید کردن اینا هم خراب میشن، ولو که فعلا چی هستن خیلی خوب مردم هستن. ما شمال چی میبینیم؟ یک وقت دوران به اسلام اول خداوند مطالبه بخشد مجاهدین این موترها را دور میداد. باز قصه از این نبودن که دولتی است یا حسین قدسی دور میداد. پس آن فهمیدن مجاهدین که موتره که دور داده این از تجار است. درست. خب یک تعداد پس دادن که گوش بکن پس مال شبتن. دیگه دیجا یک نفر بود چه می؟ بچه ما ایره دور داده ما ایره پس میدم. او باشه بچه دور داد خب بد کار کردن. در صف اول هم میشوش. تزویشان دادستش. یا عمل میبینه که چی جنایت صورت میگیره. فرزانان چی کارا میکنن؟ قتل میکنن، دزدی میکنن، فساد میکنن. خبر نداری سرش. در صف اول هم میشن سبحان الله سبحان الله سبحان الله چطور در دروازه جنت اختیار میگیرن. این پدر و مادر خوب بودن ولی فرزند بدکاره میشد، به اساس از او تدین از اینا خراب میشد. این جای چی رمز به ما میتاستاد دی آیت؟ رمزی میده که تو عمل صالح میکنی و الله فراموشش نمیکند. پدر و مادر نیک بودن پسان خراب میشد. اون یکی که کردن با الله خداوند متعال رای بیرون رفت از او معضله که پیش رویشان بود از او خلاصش میکنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. پس دو کار شد. طفل به نفسوان یک انسان پسان خراب میشد، الله او را جنت نصیب میکنه چرا دیگه حق و گناه نکرده. پدر و مادر که توسطشان گمراه میشدن، الله از اونا را از گمراهی خلاص کرد. اونا وارد جنت. چرا خلاصش کرد؟ به خاطری که بودن. پدر و مادر نیک مردم بودن. حتما روز ای والدین سر به سجده زیبا گذاشتن.
درست. از اون دل گذاشتن. عمل صالح را کرده که خداوند متعال به او عمل صالح اینا را دیگر به دوزخ روی نمیکنه. از این خاطر یکی از استادان ما میگه اگر یک نماز ما قبول شد ما جای جنت هستیم. نمیگیرن جوره چطور میگی؟ یک عمل ما مورد اجابت الیه قرار بگیرد گپ میشه. از در یک کتاب میایه که میگه امام غزالی رحمت الله علیه این عالم بسیار متبحری بود و صدها نفر به درسش میشد. بعد از اون ترک کرد کلی چیزا، رفتم طرف چی عزلت و 10 سال همه چیز را فرا گذاشت. بعد آمد کتاب بی نهایت عظیم خود را نوشته کرد که همین احیای علوم الدین است. استاد کتاب احیای علوم الدین عادی کتاب نیست. یعنی ما همیشه اما کسایی که ظاهر بین هستن به میگه اینجا حدیث ضعیف است اینجا حدیث، نه او را بگذار کل عمق قضیه داخل شو که مهلکاتی که تعبیر کرده، منجیاتی که تعبیر کرده، پیامی که داره، بحث یک روانشناسی عجیبی را مطرح کرده امام غزالی. وقتی که امام غزالی وفات میکنه برادرش احمد غزالی است. احمد غزالی هم از جمله علما و از جمله علمای بسیار خوبی است. میگه در خوابش میآید امام غزالی باز برادر قسم میکنن یک با دیگه، باز میگه برادر خدا با تو چی کاری کرد؟ باز میگه که الله مرا بخشید. من چه تو بخشید؟ چی کاری کردی؟ باز میگه که وقتی احیای علوم نوشته میکردم از یک مگس ما سر دوات شد دست خدا که میبردم باز گفتم رو مخلوق خداست که با نفس آب بخوره و سیراب شد. میگه الله متعال به هیچ چیز من ندید، میگه این خوبی کردی برو. سبحان الله. و این رقم چیز برای یک تعداد تعجب آور معلوم نشود. رسول علیه السلام تصریح میکنه سگ تشنه است، مرد میآید خودش که آب میخوره میبینه که سگ از تشنگی سر خاک نمناک زبان خود را میگذارد. درست. و این پایین میشود آب را با سگ میده در بوتش، الله میبخشش. سبحان الله. زن دیگری است پشک را بندی میکنه نانش نمیده، او در کجا میره؟ دوزخ. بنابراین هرگاه انسان چی بکنه کار خوبی را انجام بده الله را فراموش نمیکنه هیچ وقت. درست. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر کار میکنین هیچ وقت نگوین که این همیاری من پاداش بگیرم. بسیار زمان داری به پاداش ها. یک وقت میرسد که خداوند مطالبت میگه اینجا این تو کردی، این عالی بگی جواب بده، اینجا تو کردی عالی جواب بده. از این خاطر سینه یک مؤمن بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. مؤمن همیشه مثبت نگر است، هیچ وقت نمیترسد که الله اینی عمل مرا نادیده میگیره. سبحان الله بگو الله در اکانت تری میکنه، الحمدلله بگو در اکانت تری میکنه. و حدیثی از رسول الله علیه السلام داریم که میگه وقتی که اهل جنت وارد جنت میشود باز اما اعمالی که کرده مثل اسکرین وارد برش تیرش میکنه، باز جای سفید است، گناه نکرده سفید است، لوجه ذکر الله رو نکرده و سخت افسوس میکنه که کاش که میگفتم سبحان الله، کاش که الحمدلله. چرا تو شده؟ پدر و مادر نیک بودن، خداوند متعال چی برد میگه؟ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا، بخشش از طرف ما در مقابل یک نعمتی که انجام داد، و اقرب رحمه، و یکی خوب خدمتگار برایشان باشد. هم نیک سیرت است و هم نیک طبیعت است و هم خدمتگار. سبحان الله. این عجیب اموری است که برش میگوید. و سوم گپران برش میگه و اما الجدار، هرچی که این دیوار بود، فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، برای دو یتیمی در شهر، یعنی شهری که فابوا یضیفوهما و کان تحته کنز لهما، و زیر دیوار مانا ذخیره از اینها بود، خزانه از اینها بود.
گنجی برایشان. سبحان الله. و کان ابوهما صالحا، مرد بسیار نیکو بود پدرش. بازم صلاح پدر و مادر. سبحان الله. و اراد ربک ان یبلغ اشدهما، پروردگار اراده ازی کرد که اینا باید کلان شود و به بزرگی و رشد خود برسن. بعد یا که کلان میشه این دیوال باز چی میشه؟ طرف سقوط میراد. و یستخرج کنزهما رحمتا من رب، پس امو گنجشان را بیرون بکشد در وقت مناسب آباد کن، بخشش از طرف پروردگار. تا سبحان الله دیگه آیت میگه برای یتیمی، دو یتیمی که در شهر بودن، در زیر دیوار چی بودن؟ کنز لهما، گنجی برای آن. اینجا یک بحث ما داریم که رزق پدر جداست، رزق اولاد جداست. میگن که یک روز حضرت موسی علیه السلام کسی آمد دیگه من تو فقیر و درمانده، یا موسی قسمت میتونم از الله به من یک چیز بخوای که خراب شده، دعا بکن. این که شالا شده. حضرت موسی علیه السلام وقتی که دعا میکند الله برش میگه که ما برای از این نفر و تقدیرش از این که بیشتر چیزی نیست. سبحان. همی است گزاره کن. یک روز تیر میشه، چند سال بعد میبینه که نفر کش و فش داره و صاحب همه چیز. دیده که میبینه حضرت موسی علیه السلام ورخطا میشه، یا الله خودت به من فرموده که دیگه جور نمیشه، یه از اون نیستن، همه حق داشت. آلی خود خوب زندگی داره. الله میگه کی از بچه‌هایش هست. سبحان. رزق پدر از بچه نیست، پدر از خود رزق داره، بچه از خود رزق داره. بنان در اینجا میگه که کان تحته کنز لهما، کنز لهما، به این دو نفر. این که پدرشان چطور زندگی چی کرده و چی نکرده هیچ معلوم نیست، خدا میدونه که از کی و کی جا مانده. حتی در جایی که میگه که فرزندانتان فلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاه، یعنی رزق شما جداست، رزق اونا جداست. در اینجا من میرم میگه بس اینجا گنج از این هاست. و کان ابوهما صالحا، چرا به اینا باید بتیم؟ اما تو یک رزق بی قیمتی میگه به خاطر که پدرشان صالح بود. یک تفسیر خازن میگه که این در پشت هفتم است. صالح که هست سبحان الله هفت نسل پیش است، او اثر سرزی میکنه. و کان ابوهما صالح. بنان وقتی که صلاح در والدین شد، الله متعال سر بچه‌هایشان رحم میکنه. یک خاطر همین سلاله مهم است. درست. از خاطر ما باید سرش فکر بکنیم و بیاندیشیم. خیارهم فی الاسلام فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا وقتی که علم داشتن دیگه اختیار میشه بالا میاد. اینجا میگه که پدرشان صالح بود. فاراد ربک ان یبلغ اشدهما، الله اراده کرد که اینا با ساختن امید دیوال توسط ما اینا هم به چیشان برسن؟ به سن رشدشان برسد. و یستخرج کنزهما و یستخرج کنزهما، باز بیرون بکنن امو گنجشان را. رحمتا من ربک، که سر الله چی داشت؟ حکم داشت نه هدیه از طرف پروردگار. و ما فعلت عن امری، موسی خوب بفهم و ما فعلت عن امری، کارایی کردم ما نکرد، از ذهن ما تراوش نکرد. بگم و ما فعلت عن امری، بلکه چی است؟ وحی من الله، علم من الله و ما فعلت عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیه صبر. این نتیجه یعنی کارهای بود که تو توان برداشت از اون نداشت. حالا بریم مستاز که در این داستان چه پیام ها برای ما شماست؟ بی نهایت زیاد، بسیار زیاد. اگر ما به تفاصیل مراجعه بکنیم بسیار زیاد پیام ها داری است. شاید یک ماه برنامه فقط به خاطر همین داستان. سبحان الله، همون تو میشه.
بنابراین درس اول خویی است که هر کس من حیث یک مسلمان هیچ وقت از حدود خود پای بلند نگذارد که الله دوستش ندارد. درست. بنابراین هر چی که داری همون تعبیر عوامی که ما میداریم میگه زمین است که میگه از آن الله است، یک چند روز پیش شماست. بچه چند بچه داریم؟ 3 بچه دارم، مال خداست. فکر بگیرین همین عوام دقیق میگفتن تفیض کنین امر را به الله متعال در هر چیز الا ماشاء الله، الا ماشاء الله. این را باید زبان ما باید باشه همچی که الله اراده کرده باشه، همچی که الله خواسته باشه. علم که پرسان کرده من نمیدانم، الله میداند. الله اعلم، الله اعلم. و از آداب فتوا هم میسته که داخلشی باید بگی والله اعلم، الله بهتر میداند، خوبتر میداند. جناب استاد مدت قبل، یعنی در حدود شاید کمتر از 1 ماه، چیزی را از کسی خریدم، حرف جالبی زد، گفت همین مالی که مال الله بود و امانت در نزد من بود را برای تو فروختم. یعنی اولین بار بود، یعنی در این زمانه شنیدن تو مسائل گاهن یعنی عجیب است برای انسان. این گفت مال الله بود و نزد من امانت بود، برای تو فروختم. از خاطر هر قدر که معنویت بیشتر می رود تعبیر صالح می شود، دید صالح می شود، تصرف صالح می شود. و رسول علیه الصلاة والسلام وقتی که میگه من عاد لی ولیا فقد اعلنته بالحرب و ما يتقرب الی عبدی الا بما افترضت علیه و ما احبه حتى يتقرب الی بالنوافل فاذا تقرب الی بالنوافل كنت سمعه. سبحان الله. یعنی دید خدایی می شود دیگه. همیشه زیبا میبینی، همیشه زیبا میشنوی، همیشه زیبا میگویی، همیشه زیبا فکر میکنی، زیبا تصرف میکنی. در هر لحظهش ثواب میگیری، در هر لحظه ثواب میگیری. ثوابی که وقتی که صبح که مبری واسه دیگر خانه می پشتکی های از ثواب را مفتی کده گرفتی، به نیتت، به تعبیرت، به ادبت. الله متعال ما شما را نصیب بکنه. آمین. خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکنه که همیشه شاگرد باشه. و این بزرگترین افتخار یک انسان است که ادعای علم نکنه بلکه طالب باشه و بگم می آموزم. خداوند متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه که در خدمت مردم باشیم. آمین. و خیر را برشان برسان. رب العالمین پدرای ما شما را ببخشه و مورد مرحمت قرار بده. آمین. که ما خوبی هایی که داریم اثرات از اون مبارک است. اونا ما میفهمیم جایگاه بلندی داشتن. رب العالمین در کشور ما امن و امان و استقرار ببخشد. آمین. تا این بدبختی و این فقر و این بیچارگی و این بحران هویتی که با او روبروست شده الله همه را حل بکنه. آمین. و فهم زیبای از دین را الله نصیب ما بکنه. آمین. فهم مقبول دین را، زیبای دین را. آمین. و تأکید میکنم، باز هم تأکید میکنم که اگر فهم خاطی شد استاد، ما سبب میشیم که دیگران را از دین بکشیم. سبب دلالت مردم، سبب کوتاهی و اعتراض بر دین، همه چیز باز ما میشه. از خاطر فهم زیبا را الله متعال نصیب ما و شما بکنه و الله این توفیق را عنایت بکنه که بتانیم از دین خوب تعبیر بکنیم، خوب تطبیقش بکنیم، خوب دفاع بکنیم، خوب برسانیم. آمین. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. گفتم این دعا یک ساعت دیگه هم دوام پیدا کنه و ما آمین بگیم. زنده و سلامت باشه. تشکر میکنم از جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد با سخنان زیبا و دلنشینشان این داستان آموزنده رو برای ما بیان کردن و درس ها و پیام هایی که در این داستان نهفته بود برای ما و شما عزیزان بیان نمودن. جزاکم الله خیر شیخ. و تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه تان به پروردگار متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیر.
الله يرحمه. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز سه‌شنبه 11 ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری 5:30 عصر به وقت تهران. درود و سلام خدا بر شما بینندگان محترم. رحمت خداوند بر غضب و خشمش سبقت گرفته و رحمت الهی به گونه است که نباید بنده ناامید شود. یکی از تابعین معروف است که ازش پرسیدند اگر بخواهی مادرت به تو رحم کند یا الله به تو رحم کند، رحم کدوم یک را میپذیری و ترجیح میدهی؟ در جواب فرمود قطعا رحم الله، زیرا که الله رحمش از مادرم به من بیشتره. رحم الله 99% این رحمی است که صفت او تعالی است، الرحمن الرحیم. از 100% رحم و رعوف و رأفت 99% به خودش سبحانه و تعالی اختصاص داده. 1% فرستاده روی زمین که ما بشر به هم دیگه رحم میکنیم، مادر به فرزندش رحم میکنه، یا اون حیوان وحشی درنده به بچه هاش رحم میکنه، به خردسالاش رحم میکنه. پس بنابراین رحمت 1%. این همه ما داریم میبینیم گریه و زاری و دلسوزی و عرض شود که رأفت و تمام اینها 1% رحمت هست، 1% رحم و رأفت هست. 99% دیگر الله ذوالجلال به خود اختصاص داده
که به بندگانش رحم کند در روز قیامت. پس به رحم الهی اعتماد داشته و امید داشته باش و خداوند رحمتش بر خشم و غضبش سبقت گرفته. ما امیدواریم که الله ذوالجلال ما همه ایمون را با رحم و با عفو و با گذشت خود قرار دهد، نه با عمل ناچیز ما. حالا حتی پیامبر ازش پرسیدن شما هم اگر با عملتون باشید به بهشت نمی روید؟ فرمود حتی من، مگر اینکه خداوند ما را یا من را جزو رحمت خود قرار دهد. الا ان یتغمد یعنی الله برحمت منه و فضل، بر من منت نهد، فضل و کرمش بر من قرار دهد و مرا با رحم و با عطوفتش به بهشت ببرد، نه به خاطر عملم. در اینجاست که رحم الهی بسیار زیاده. ما امیدوار به رحم الهی هستیم. رؤوف است و رحیم است و رحمان است سبحانه و تعالی. بسیار خوب. حاج محمد از افغانستان. با عرض سلام خدمت آقای خدمتی. علیکم السلام. از خدا میخوام که خدمت شما را خداوند صبر جلیل نصیب بکنه. آمین. با گوشی با ما حرف بزنید آقای حاج محمد. با گوشی صحبت صدای میکنم آقای خود را از خدمتی. گیرنده نباشه. با گوشی صحبت صداتون میکنم. با تأخیر میرسه، با تأخیر صدا میرسه. پس بفرمایید. خب چرا با تأخیر صدا میاد اگر اینطوره؟ نمیدونم، من الان صدا رو قطع کردم اما با تاخیر میاد. من نمیدونم، من الان با گوشی صحبت میکنم. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. من تقریبا یه مدتی که نمیدونستم، واقعتش نمیدونستم که ماه رمضان چی فضیلت داره و ما کسی که روزه هست چی کار باید بکنه نکنه. من یه اشتباهی بزرگی کردم اون روز، دارای یک گناه خیلی بد شدم. تقریبا خیلی بچه بودم، حدود 16 سالم بود. بعد از که با شبکه شما آشنا شدم و اون موقع ایران زندگی میکردم، از موضوع این مسئله اصلا آگاه نبودم که واقعا همچون روز باعث که روزم بودم. اون روز 16 سالم بود، من روزم بودم، اما یه اشتباه بزرگی که کردم دارای یک گناه خیلی عجیب شدم. بعدن که نمیدونستم چی کار باید بکنم که از این گناه خودم رو مبرا بکنم، تا رو آوردم به شبکه شما که چندین بار من اومدم امین زنگو بزنم به شما این مسئله رو در میان بذارم، واقعا جرأتش نکردم. بعد الان که با دوباره ما رمضان اومد، من اون گناه خیلی عذاب میده. گناهی که من مرتکب شدم عذابم میده. بعد گفتم بیام به شما اینو مطرح بکنم، منو راهنمایی بکنید، خدا منو ببخشه. چی کار باید بکنم که من از این مسئله خودم رو نجات بدم؟ ممکنه شما بگید که چه گناهی است که نمیتونی با زبون بیاری. میگه واقعیت رو باید به زبون آورد. واقعیت اینه که من اون روز چجوری بگم، الانم که یه مدت خیلی شما زیاد ازش گذشته نام گناه خود را نبرید. لازم نیست بگویید چه گناهی انجام دادید. بنده پاسخ میدم. همون در مقدمه هم عرض کردم توبه پاک کننده تمام گناهان است، حتی شرک. توضیح میدم. نه، گیرنده باشید. چشم. من مبرر الحمدلله یه خانواده مسلمون هستم. پدر مادر من مسلمون از دنیا رفتن. خیلی ممنون، لطف کردی که این منو تقریبا سبک کردی که اینو گفتی به زبون نیار. اما من بهترین راهی که پیدا کردم به نظر خودم شما بود که باید به شما زنگ میزدم. الانم که ماه رمضانم منو خیلی عذاب میده، فقط منتظرم که شما منو راهنمایی کنی. خداوند منو ببخشه. آمین. آقای نوری از کرمانشاه. سلام آقای خدمتی، خسته نباشید. سلام و رحمت الله. معذرت، من 2 سوال داشتم خدمتتون. یکی این که خدا تو قرآن میگه ما هر کی رو که خلق کردیم روزیشم بهش میدیم. پس چرا این همه آدمایی که مثلا تو این کشورهای آفریقا یا جای دیگه به خاطر نبود رزق و روزی
از گرسنگی میمیرن. این سوالیه. سوال دومم چجوریه که مثلا خدا ما رو خلق کرده؟ شاید من دوست داشتم اصلا خلق نشم، اصلا نیم تو این دنیا زندگی کنم. ممنون میشم جواب بدید. خانم دیوا از ایران، بفرمایید خواهر. سلام آقای خدمت، خسته نباشید. سلام و سوال رحمت دارم الله. در مورد اسلام سلفی میخواستم توضیح بدین که سلف صالح چه کسانی هستن و اینکه تفاوتش با اسلام سنی چیه. برای اینکه تا اونجایی که من متوجه شدم خیلی از مباحث که میگن مثل توحید و اینا خیلی نزدیک میشه به این اسلام توحیدی که ما میگیم. از اون طرف اون بخشایی که فکر میکنم اقلیت هم باشه، حرفای سیاسی و بخشای جهادی و اینا که به اخوان مسلمین و داعش و اینا نزدیک میشه، خیلی به آخوندا و سپاهپاسداران اینا نزدیک میشه به لحاظ حالت دشمنیشون با دنیا و کشت و کشتار و این حرفا. اینو میخواستم توضیح بدیم. بعد در کل آیا این درسته که مثلا یه عده بیان بگن ما از سلف صالح پیروی میکنیم، تفاوتش با شیعه چی میشه که میگه ما از اماما پیروی میکنیم؟ میدونم که اینا حدیث دارن شیعه نداره، اما در کل آیا پیروی از آدما به جای پیروی از قرآن و سنت اشکالی نداره؟ خیلی ممنونم. توضیح میدم. چشم. خواهرمون فاطمه از بلوچستان. خواهرمون فاطمه بگوشیم. الو. خب ظاهرا صدای ما رو نه. بله بفرمایید. سلام آقای خطوطی. سلام و رحمت الله. ببخشید من یک سوال داشتم. پدر شوهر مادر شوهر من خیلی بد اخلاق، از من قهرم هستن. مادرشو حتی بله، حتی دخالت های خیلی زیادی میکنن، زندگی اونو خراب کردن. الان من خوبه مادرم هستم. میخواستم میپرسم اونا قهران نماز روزه من قبول میشه؟ میگن نماز روزه با یک قهر کنی قبول نمیشه. توضیح میدم. خواهرمون آمنه از بندر لنگه. حالا صحبت کنم؟ بفرمایید. از بندر لنگه هستم، آمنه هستم. میخوام بپرسم از جناب آقای خدمتی، بچه ها خیلی دارن اذیت میکنن و بزرگشو کردیم هنوز چی واسه ما یک قدم بر نداشتن، حالا دست بلند میکنن میخوان به من بزنن. یکی میخواد پسرم میگه که تو یاد خانم من دادی، میخوای خانم من جدا کنی، تو باید قسم بخوری و دست به قرآن بذاری. میگه نمیشه که آدم قسم بخوری، نه به حق خوبه نه به ناحق. من نمیدونم، توش ماندم چه باید بکنم. میخوام جواب خودم بگیرم از جناب آقای خدمتی. چشم. پای گیرنده باشید. چشم. آقای اسماعیل از ایران. سلام عرض قدم. ببخشید چند تا سوال سلام و داشتم. رحمت الله. بفرمایید. سوال اول که اولین کسانی که در قیامت اعمالشون حساب کتاب میشه ملاها ما مستعد هستن که خود روشون و جانشین پیامبر اعلام کرده و به مردم احکام میاموزن. سوال دوم اینه که وضعیت کسی که اعمال خوبی و بدیهاش با هم برابر باشه چگونه است؟ آیا عذاب داده میشه یا فقط جهنم را به اون نشان میدن؟ اگر اندکی بدیهاش بیشتر باشه چطور؟ سوال سوم اینه که ما از معلم شنیدیم که حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرده بود که پدرش آزر را به جهنم نیندازد، ولی خداوند فرمود که جای کافران بهشت نیست. ولی حضرت ابراهیم چندین بار درخواست کرد ولی خداوند فرمود که او را به کلاغ تبدیل میکنم سپس به جهنم میاندازم. خواستم بدونم که این روایت صحیح است یا خیر. و سوال آخرم اینه که روز
وفات پیامبر چه روزی بوده؟ آیا 12 ربیع الاول بوده یا تاریخ دیگری؟ و اینکه در ایران چرا 28 صفر زده‌اند؟ ممنون میشم که جواب بدید. خب نگه دارید. آقای حاج محمد از افغانستان در 16 سالگی اون زمان در ایران بوده، مرتکب گناه شده، نمیدونسته اهمیت روزه را، بالاخره بلد نبوده و اون چیزی که انسان از روی جهالت و نادانی انجام میده معصیتی ندارد. آقای حاج محمد، و شما همین که الان پشیمانید و ناراحتید و به شبکه زنگ زدید که چه کار کنم این معصیت انجام دادم، خود این دال بر قبول توبه هست، دال بر توبه شماست، دال بر توبه شماست و توبه شما به اذن الله قبول است. و خداوند فرموده که اگر توبه کنید و پشیمان باشید از گناه گذشته و دست بکشید و دیگه به آن گناه برنگردید، خداوند قطعا گناه را میبخشد. با 10 آیه در رابطه با غفور الرحیم، تواب الرحیم داریم در قرآن. در قرآن داریم که خداوند اگر انسان مؤمن توبه کند و عمل صالح انجام بدهد، گناهش را تبدیل به ثواب میکند و لازم هم نیست به کسی بگویید. لذا من نذاشتم که شما اسم گناهت رو ببرید. گناه را نزد کسی نگو. یک گناهی انجام دادی، خدا شما را ستر کرده، خود را ستر کن، خود را رسوا نکن. بازگو که بعضن در رابطه با گناه افتخار میکنن، دیشب و پریشب و نمیدونم من فلان کار انجام دادم و توی مجالس داستان و تعریف و اتفاقا در حدیث پیامبر میفرماید کل امت بخشیده میشوند مگر اونهایی که جهر به معصیت دارن. مجاهرون، مجاهر کسیه که خداوند سترش کرده، خودش میاد تعریف میکنه از گناهش نزد دیگران. بنابراین قطعا باور داشته باشید به عفو الهی، به گذشت الهی، به رحمت الهی. خدا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند گناه را میبخشد، ولی یک کمی به طرف خدای بیا. نماز را به وقت، توبه، استغفار، صدقه، کارهای خوب که گناه را پاک میکند. این من نمیگم، خدا میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات و نیکی زیاد سبب میشه که گناهان پاک شوند. پس بنابراین جبران میشود این گناه و این معصیت. مطمئن باشید. آقای نوری از کرمانشاه، از اونجایی که روزی با خداست و روزی تعیین شده و چرا در آفریقا و در جای دیگه فقیر هست؟ سوال دوم من، چرا خدا من آفرید اصلا من راضی نبودم؟ مشکل ما جناب آقای نوری اینه که، یا مشکل بعضی ها اینه که اونطور که خودشون میخوان زندگی کنند در زندگی دنیوی، یعنی این که مثلا من این لباس سفید بپوشم، شما کت شلوار مشکی بپوشید یا توسی یا خونه آپارتمانی یا خونه ویلایی یا ماشین آخرین سیستم یا دست دوم یا فلان مارک بپوشید، آزادید. تصور شما هم اینه که در امور خلقت با شما مشورت میشد. شما کجای کارید آقای نوری که خداوند با شما مشورت کند این کار را انجام بدهد یا انجام ندهد؟ اگر قرآن بخوانید متوجه میشید که الله ذوالجلال میفرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از خدا پرسیده نمیشه چرا این کار را انجام میدهی، ولی خداوند از مخلوقات خود میپرسد که چرا این کار را انجام دادی و چرا اون کار را انجام ندادی. شرط تسلیم است، تسلیم به اوامر الله، تسلیم به اون چیزی که خداوند مقرر فرموده. ما در امور خلقت دخالتی نداشتیم. خداوند میگه آیا مشرکین در امور خلقت دخالتی داشتن؟ نه، دخالتی نداشتن. و هر چی که خداوند بر ما فرض فرمود و واجب فرمود سمعا و طاعتا باید انجام داد، بدون چون و چرا. زیرا او خالق است، او مدبر است، او الله است، او معبود به حق است. حق ما نیست که بپرسیم. خیلی مهمه. یعنی عدم آگاهی ما به ذات اقدس الهی، همچون که میفرماید ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را ندونستند یا خدا را نشناختند و
نخوندن قرآن، دوری از مسائل شرعی سبب میشه که ما یه چیزی طلبکار هم از خدا میشیم. آقای نوری، یعنی اینطور ما رابطه خود با خالق خود سبحانه و تعالی اینطور میپنداریم که رابطه ما با مخلوق همسایه ما چه دخالتی داره، چه حقی دارد دخالت کند در امور زندگی ما، که دکور خونه ما چه باشد و مثلا رنگ دروازه ورودی خانه ما چه باشد و چرا دخالت میکنه. ظاهرا ما میخواییم که به خدا هم اینو بگیم والعیاذ بالله. این چنین نیست. یا این که ما در خانه بالاخره شما و حاج خانم زندگیتون مشترک هست و با هم دیگه مشورت میکنید. اگر حاج خانم یک کاری انجام دادن که میل و اراده شما نیست، شما ناراحت میشید، برام میگفتید که با من مشورت میکردید. یا بچه ها و پسرها و خردسالا و دخترها کاری انجام میدادن، ناراحتید که بابا به من چرا نگفتید، چرا با من مشورت نکردید، رفتید این کار انجام دادید بدون خبر من، اگر من مطلع میشدم نمیذاشتم یا راهنمایی دیگه میکردم. یا توقعتون اینه. آیا در رابطه با الله هم همچون توقعی باید داشت؟ یعنی الله ذوالجلال با بندهش مشورت کنه؟ این نشناختن قدر الهی سبحانه و تعالی. پس بنابراین اون چیزی که خدا فرموده و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اون چه در روزی شماست در آسمان ها